یک نکته ای رو در زندگی عملی خودمون عرض کنم که برای خود من و برای همه شما برادران و خواهران شاید انشاءالله وسیله‌ای باشه برای تحرک بهتر و بیشتر، و او اینه که اصل قضیه برای نزدیکی به خدا ترک گناهانه. انجام مستحبات و نوافل و توسلات و دعا و بقیه امور فرعه. اصل قضیه این است که انسان مانع بشود از صدور گناه و خلاف از خود. این همون تقوا رو میطلبه. تقوا و پرهیزگاری مهمترین مظهری که در وجود انسان باید داشته باشه، یا بگیم اولی ترین مظهر همینه که انسان رو از گناه مانع بشه. گناه نمیگذاره که انسان خود رو به لبه دریای عظیم مغفرت الهی حتی برسانه و از اون استفاده کنه. گناه نمیگذاره که ما حال دعا پیدا کنیم، توجه پیدا کنیم. گناه نمیگذاره که ما به فکر بازنگری و بازسازی خودمون کوشش بکنیم از گناه فاصله بگیریم. پروردگارا به محمد و آل محمد تو را سوگند میدیم روز به روز ما رو به خودت نزدیکتر بفرما. روز به روز ما را به کمالات انسانی و معنوی نزدیکتر بفرما. پروردگارا توفیق خودسازی به طور کامل به ما عنایت کن. توفیق انجام وظیفه دیگرسازی را هم به ما عنایت کن.